میخوایم بریم سر وقت سوالات رشته تجربی خرداد سال 1402 2/3/1402 ساعت 8 شروع کرده بودن بچه‌ها. 2 ساعت وقت داشتن، حق داشتن از ماشین حساب استفاده کنن که فقط 4 عمل اصلی مجاز بوده و الی آخر. بریم. میگه 1. واژه مناسب را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در پاسخنامه بنویسید. انتخاب کنید بنویسید ببینم. گفته الف، جهت بردار شتاب متوسط همواره در جهت بردار تغییر سرعت است. چرا؟ چون شتاب متوسط میشه دلتا وی به دلتا تی. بچه ها دقت کنید، ما 3 تا بردار سرعت داریم. سرعت لحظه‌ای که مماس بر مسیر است، سرعت متوسط که هم جهت با جابجایی است. و این سرعت متوسط میشه جابجایی به مدت زمان. ولی شتاب متوسط هم جهت با تغییرات سرعت است. نه این خیلی ساده است، همین فرمول همین میگه که نسبت مسافت طی شده به مدت زمان تندی متوسط است، چون گفته مسافت. نیروهای وارد بر یک کشتی در حال حرکت متوازنن. در این صورت اون کشتی با سرعت ثابت حرکت میکنه. چرا؟ چون وقتی متوازنن اف نتش 0. جرم زمین تقریبا 80 برابر جرم ماه هست. نیروی گرانشی زمین به ماه برابر با نیروی گرانشی ماه به زمین است. هر عملی را عکس العملی است مساویان، ولی در خلاف جهتان که به 2 جسم مختلف وارد می شود. فرض کن امیر مهدی بزرگ ما با صدرای ما کنار هم باشند. نیرویی که امیر مهدی به صدرا وارد میکنه با نیرویی که صدرا به امیر مهدی وارد میکنه برابرن، هرچند که جرمشون فرق. چتربازی اندکی پس از یک پرش آزاد چتر خودش رو باز میکنه و پس از مدتی به تندی عدی میرسه. در این حالت نیروی مقاومت هوا که به چتر باز وارد میشه برابر با نیروی وزنه. در تندی عدی نیروی وزن با مقاومت شاره برابره. درسته برادر؟ سوال بعد. خوشم اومد همه اینا رو جواب درست دادن، من خوشم اومد. گفته معادله سرعت زمان متحرکی که در امتداد محور ایکس حرکت میکنه در آی به صورت وی برابر با آتی به علاوه وی 0 است. در لحظه 3 و در تمام لحظات شتاب منفی 10. این در لحظه 3 و تمام لحظات شتاب منفی 10. اما سرعت در لحظه 3 چقدره؟ شما کافی است در اون رابطه زمان رو بذارید 3، میشه منفی 10 ضرب در 3 به علاوه 20 میشه منفی 10. الان چقدر جالبه، هم سرعت و هم شتاب منفی هستن. وقتی هم سرعت و هم شتاب منفی هستن یعنی جهت جفتشون خلاف جهت محور ایکس. کدوم وریه؟ خلاف جهت محور. در چه لحظه این متحرک تغییر جهت میده؟ وقتی تغییر جهت میده سرعتش 0 میشه، شتابش ثابته. وقتی تغییر جهت بده سرعتش 0 میشه. منفی 10 تی به علاوه 20 مساوی 0. به راحتی تی در میاد 2 ثانیه. اما 3 شکل زیر نمودار مکان زمان جسمی رو که روی محور ایکس حرکت میکنه نشون میده. معادله حرکت در بازه زمانی 0 تا 20 ثانیه. بچه ها نگاه کنید، از 0 تا 20 ثانیه یعنی یه تیکه. من معادله حرکت این یه تیکه رو میخوام بنویسم. نمودار مکان زمانیه که خط راسته، پس حرکتش با سرعت ثابت x مساویه با vt به علاوه x صفره. x صفرش که 10، اینا این x صفرش 10. اما ویش میشه شیبش ظل مقابل به ظل مجاور یعنی 10 به 20. درسته؟
10 به 20 شیب مکان زمان میشه سرعت دیگه، تانژانت آلفا میشه 10 به 20. 10 به 20 میشه 1/2 میشه نیم. x مساویه با نیم تی به علاوه 10. این از این. بعد گفته و معادله حرکتش رو تو 20 تا 40 بنویس. ای بابا میخواستی سر ما رو کلا بذاری. ای بابا از 20 ثانیه تا 40 ثانیه خط افقیه، یه خط ثابت ایکسش مساوی 20 متر ولا غیر، اصلا به زمان ربطی نداره. این هم هست. عزیزی میگوید آقا سوال 4 رو بذار کمی فکر کنیم بعد شما حل کن. چشم. سوال 4 لطفاً. درود بر پسرانی که سوال ها رو دقیق حل کردن. گفته نمودار سرعت زمان متحرکی که از مکان اولیه منفی 20 شروع به حرکت می کند مطابق شکل زیر است. با دست آوردن مکان متحرک تو لحظه های 10 و 20 نمودار مکان زمانش رو از در بازه زمانی 0 تا 30 ثانیه رسم کن. چشم چشم چشم. این دیگه داره عصبانی میشه اینجوری که میگه چشم. اینجا منفی 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180. این x بر حسب متر. اینجا هم که 0 10 بی سی. اینم سی و بی و 10. اینم زمانه. خب آقای من مرحله اول یه شتاب داره، شتابش هم مثبته، سطح زیرش S1. S1 یه مثلث 1/2 قاعده ضرب در ارتفاع میشه 100 متر. 100 یعنی دلتا ایکسش تو مرحله اول 100. وقتی 100 ایکس اولش منفی 20 100 تا اضافه بشه به 80 میرسه. شتاب داره، شتابش هم مثبته. پس یک سهمیه رو به بالا. تازه و صفرش هم صفره. ای برادر ببین و صفرش هم صفره، یعنی این سهمی اینجوریه از مینیموم شروع میشه. اما مرحله دوم S2 رو که حساب بکنیم باز اونم یه مثلث، اونم میشه 100. یعنی به 80 باید 100 تا اضافه کنم که میشه 180. درسته؟ اما شتابش منفیه. تازه تو زمان 20 ثانیه سرعت 0 میشه. وقتی سرعت 0 میشه به رأس سهمی میرسه. تو رأس سهمیه که شیب 0 سرعت 0. و بعد S3 رو یعنی این مرحله بعد اینجوری میشه میاد تو رأس سهم. بعد S3 ای بابا اونم که 100 که، ولی 100 منفیه، یعنی 100 تا باید بیای پایین. اگه 100 تا بیام پایین از 180 میرسم به 80 که، یعنی باید بیام اینجا. بله باید بیا اینجا. اینم یه تیکه است، یه شتاب داره دیگه سهم. بنابراین نمودارش به این شکل خواهد شد. به همین سادگی، به همین راحتی و آسونی. خیلی ساده بود، زیادی ساده بود فکر می‌کنم. من بهش فکر کردم حتی یه سوال ریاضی بپرسم. بله. این الان نقطه 10 ثانیه جهت تحول داره تغییر میکنه ولی عطف نیست چون مشتق نداره. بله. خب هیچ اسم خاصی نه اسم خاص. اما میریم سر وقت سوال بعدی. میگوید که آقا 5 و 6 رو اجازه بده ما حل کنیم. که شخصی به جرم 60 کیلو، این انسان شریف 60 کیلو در اون آسانسور ساکن روی ترازو ایستاده. هرگاه آسانسور با شتاب رو به پایین 3 حرکت کنه، اگه شتابش رو به پایینه Fn میشه M
در جی منهای آ. درست آقا جان؟ خب با شتاب رو به پایین 3 حرکت کنه ترازو چه عددی را نشان خواهد داد؟ خب میشه 60 در 10 منهای 3 میشه 60 ضرب در 7 420 میاد. اگه کابل پاره بشه با آسانسور سقوط آزاد بکنه، ترازو عدد 0 رو نشون میده، دلیلش رو بگو. میگم فعنی که میشه تند شونده رو به پایین، تند رو به پایین، جی منهای آ. آسانسور داره با شتاب جی میاد پایین، پس فن میشه ام در جی منهای جی. جی منهای جی چی میشه؟ آب جی میشه 0. پس 0 ضرب در هر عددی هم میشه 0. پس فن میشه 0. درسته؟ حالا میایم سر وقت حالت بی‌وزنی میشه. سوال شماره 6. نمیتونیم بگیم از ترازو بلند میشیم؟ نه نمیشه، مگه اینکه نیرو بهش وارد کنیم از اون ترازو بلند شیم. میگه شکل مقابل شخصی رو نشون میده که بر جعبه‌ای که 75 کیلو بیشتر نداره نیروی افقی وارد میکنه. اگر جعبه در ابتدا ساکن باشه، حداقل نیروی لازم برای برکت در آوردن جعبه چقدره؟ خب ببینید این الان بخواد جعبه رو بکشه، آفرین، باید بر اون FS ماکس غلبه کنه. درسته؟ یعنی این حداقل نیرو در از همون FS ماکس. دانش آموز خودشون رو نباید بزنه، میزنه خودشون، میگه آقا من اینو غلط نوشتم. FS ماکس موی SF، موی S 6 تاون، FN با W برابره mg 75 ضرب در 10 750. پس FN ما هم 750 نیوتن. 750 6 تا 75 تا میشه 450 نیوتن. بعد گفته که اگه شخص جعبه رو با نیروی 500 بکشه، چون 500 بیشتر از 450 است، پس دیگه حرکت میکنه و ضریب استکاک جنبشی نیم باشه. تغییر تکانه تو 2 ثانیه چقدره؟ بچه‌ها ما میدونیم F نت برابر با دلتا پی به دلتا تیه. پس دلتا پی میشه F نت ضرب در دلتا تی. پس بیاییم بریم F نت رو پیدا کنیم. برای F نت باید اول F کا رو پیدا کنیم. موی کا FN نیم ضرب در 750 نصف 750 375. F نت میشه 500 منهای 375 میشه 125 نیوتن. 125 بیایید دلتا پی بیا این ور 125 ضرب در 2 میشه 250 نیوتن. درود بر شما. درود. 7. فنری با ثابت کا داریم. آزمایشی را توضیح دهید که بتوان با استفاده از وسایل زیر مقدار ثابت فنر رو به دست آورد. وسایل آزمایش فنر، وزنه با جرم معلوم و یه خط کش. یه بار حالت اول میگیریم، بعد یه بار وزنه رو آویزون میکنیم، تغییر طولش رو حساب میکنیم. 1 2 3 4 5. حالا وزنه رو وصل میکنم بهش. 1 2 3 4 5. وزنه W الان که ساکنه با نیروی کش‌ثانی فنر برابره. درسته عزیزم؟ تغییر طول فنر رو هم، این فاصله رو هم با خطکش به دست میاریم. درسته؟ یعنی میشه کا x مساوی mg. x که با خطکشه، m هم که معلومه، g هم که 9.8 میذاریم، کایی که مجهوله به دست. درسته برادر؟ سوال بعد میگه شکل زیر طرحی از شکست امواج سطحی در مرز آب عمیق و آب کم عمق در تشت موج رو نشون میده. طول موج لامدا، تندی انتشار V و عمق آب در محیط 1 و 2 رو با هم مقایسه کن. ببینید وقتی خوب نگاه میکنی، با نگاه میشه فهمید لامدا 2 کوچیکتر شد
و وقتی این الان پرتو تابشه، ببین آقای عزیز ببین اینجا رو، این پرتو تابشه، این پرتو شکسته و این هم امتداد تابشه. اگه خوب دقت کنی به خط عمود نزدیکتر شد. بله به خط عمود نزدیک شده. وقتی نزدیک شده یعنی سرعت کم شده. زاویه که کم شده تتا 2 کمتر از تتا 1 شده دیگه. پس سرعت چی شده؟ کم شده. سرعت که کم شده لامدا چی شده؟ کم شده. ولی بسامد تنها چیزیه که تغییر نکرده. و جالب اینجاست که عمق وقتی سرعت کم میشه، عمق هم چی میشه؟ کم میشه. یعنی H2 کمتر از H1. 9. درستی یا نادرستی هر یک از گزاره‌های زیر را با واژه درست یا نادرست تو پاسخ برگ مشخص کن. الف، دوره تناوب آونگ ساده با جذر طول رابطه مستقیم داره. تی هستش 2 پی رادیکال ال جیوم. بله. به اگه یک تاب رو با بسامد بیشتر از بسامد طبیعیش حل بدیم، دامنه نوسانش بزرگتر صورتی میشه که با بسامد طبیعیش حل میدیم. فقط وقتی با بسامد طبیعیش حلش میدیم تشدید میشه، دامنش زیاد میشه. با بسامدهای بیشتر یا کمتر حل بدیم دامنش چی میشه؟ کمتر میشه. پس این که گفته بزرگتر میشه نه. در موج الکترومغناطیسی میدانهای الکتریکی همگام با یکدیگر و با بسامد متفاوت نه بسامد یکسان نوسان میکنه. در نور مرئی ضریب شکست یک محیط معین برای طول موجهای کوتاه‌تر بیشتره. مثلا ضریب شکست بنفش از ضریب شکست قرمز بیشتره. بله، مثل تو شیشه دیگه، مثل تو شیشه منشور. تندی انتشار صوت در محیط جامد بیشتر از مایع است. بله، صوت تو چوب و فولاد و اینا، مثلا تو فولاد 6000 متر تو ثانیه است، تو چوب 3000 متر تو ثانیه است، در حالی که تو آب مثلا معمولی و دریا اینا 1500 متر بر ثانیه است. سوال بعدی میگه به سوالات زیر پاسخ کوتاه بده. در پدیده سراب جبهه‌های موج در لایه‌های بالا تندی کمتری نسبت به لایه‌های پایین دارن. بله، علت رو توضیح بده. اون لایه‌های بالا هوا چیچی‌تره، خنک‌تره، سردتره و تراکمش بیشتره، چگالیش بیشتره، غلیظ‌تره. وقتی غلیظ‌تره سرعت نور کمتر میشه، سرعت نور کمتره. ولی تو لایه‌های پایینی که گرمتره، رقیق‌تره، چگالیش کمتره، سرعت نور چیه؟ بیشتره. اگر ناظر به چشمه صوت ساکن نزدیک شه آیا طول موج کاهش پیدا میکنه؟ طول موج ربطی به ناظر نداره. طول موج فقط به کی ربطه؟ چشمه که ساکنه. طول موج یه چیز مشخصی هستن. طول موج اصلا ربطی به ناظر نداره. 11 و 12 منتظر میمانیم. سوال گفته معادله حرکت هماهنگ ساده یک نوسانگر در SIX برابر با آ کوسینوس اومگا تی است. شتاب نوسانگر در این مکان چقدره؟ چیه شتاب؟ اندازه شتاب. پس علامتش اصلا مهم نیست. آ هست اومگا 2x، اومگا 20 پی. با یه مقایسه میفهمیم اومگا 20 پیه دیگه. x 1/100، پس میشه 2 پی متر بر مربع. اومگا 2 20 400 پی 2، پس میشه 4 پی 2. بله. در چه لحظه‌ای برای اولین بار تندی نوسانگر بیشینه میشه؟ بچه برای اولین بار کی تندیش بیشینه میشه؟ آفرین. وقتی که بیاد به کجا؟ بیاد از مثبت ها بیاد به وضع تعادل. یعنی چقدر طول میکشه؟ T4.
تی رو پیدا کنیم. تی تو کجاست؟ تی دو دهم دو پیتیوم. اومگاست دو پیتیوم، یعنی 20 پی برابر با 2 پیتیوم. پس تی ما میشه پی دهم، درسته؟ پس 1 دهم، راست میگه 1 دهم. 1 دهم اینجا به جاش میذارم 1 دهم، میشه 1/40 ثانیه. نمودار انرژی پتانسیل بر حسب مکان در یک سامانه جرم و فنر که جرم وزن 0.2 کیلو جرم است مطابق شکل روبروست. تندی وزن تو مکان ایکس رو به دست بیاری. ما سرعتش رو تو اینجا میخواییم. این بیشترین مقدار یو ایه، اینم که یوه. من میدونم ای برابر با کا به علاوه یوه. 60 میشه کا به علاوه 20. پس کا تو اون لحظه 40 ژوله. حالا کا رو دارم، من میدونم کا 1/2 MV2، درسته؟ کا 40 1/2 M 2 وی. سرعت چقدر میشه؟ میخوامش. این که با این میشه 1 دهم. 40 تقسیم بر 1 دهم میشه 400 وی 2. جذر بگیر وی میشه چقدر؟ 20 متر بر ثانیه. یعنی واقعا سوال خوب. میگه با زیاد کردن صدای تلویزیون شدت صوتی که به گوش ما میرسه 2 برابر میشه. یعنی آیه 2 برابر آیه 1. تراز شدت صوتی که میشنویم چقدر و چگونه تغییر میکنه؟ اولا چگونه تغییر میکنه که شدت 2 برابر شه، تراز هم بیشتر میشه. مهم اینه که بیشتر میشه، اما چقدر؟ دلتا بتا، بتا 2 منهای بتا 1، بتا 2 منهای بتا 1، 10 تا لوگاریتم آیه 2 به آیه 1 میشه 10 تا لوگاریتم. به جای آیه 2 چی بذارم؟ بله 2 تا آیه 1 به آیه 1. آیه 1 که با آیه 1 بره میشه 10 تا لوگ 2. لوگ 2 چقدره؟ 3 دهم. 10 ضرب در 3 دهم 3 دسیبل. پس 3 دسیبل افزایش می‌یابد. یعنی بتا 2 میشه بتا 1 به علاوه 3 دسیبل. اگه 10 نمیذاشی میشد 3 دهم بل. اما 14 مطابق شکل پرتو نور از شیشه وارد هوا شده، ضریب شکست هوا 1، یعنی اینجا محیط 2 انش 1، اینم که شیشه است. ضریب شکست شیشه چقدره؟ اینو ازم میخواد. این تتا 1. اوه 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 وای وای وای، میخواسته ما رو گول بزنه. تتا 2 53 زاویه با خط قائمه برادر من. N1 سینوس تتا 1 برابر با N2 سینوس تتا 2. N1 رو میخوام سینوس 37 6 دهم. N2 1 سینوس 53 8 دهم. بنابراین N1 میشه 8 دهم به 6 دهم میشه 8 شیشم 4 سوم. ب اگر بسامد نور تو شیشه هرچی باشه تو هوا هم همونه. بسامدش تو هوا چقدر؟ همونه. چرا؟ چون بسامد به محیط بستگی نداره، به چشمه بستگی داره. پس بسامدش تو هوا با بسامدش توی شیشه با بسامدش توی شیشه برابره و برابر با 4 ضرب در 10 به توان 14 هرتز. سوال 15 16 17 18 19 چند تا سوال بیشتر نیست که دیگه تموم بشه. بریم این 4 5 تا سوال رو سریع جواب بدیم. میگه که در جدول زیر برای هر گزاره از ستون 1 گزینه مناسب از ستون 2 رو انتخاب کن و در پاسخ برگت بنویس. در واپاشی بتای مثبت
بتای مثبت یا همون الکترون مثبت یا همون پوزیترون 0 و مثبت 1 و منفی 1. یکی از پروتون ها به یک نوترون و یک پوزیترون. الان پروتون داره واپاشی میکنه. وقتی پوزیترون ایجاد میشه یک پروتون تبدیل میشه به یک نوترون و یک ذره با بار مثبت با جرم یکسان با الکترون. بله، خود پروتون. هسته‌ها که در حالت برانگیخته قرار میگیرن با گسیل این پرتو به حالت پایه میان. گاما X اینجوریه دیگه، X آ و Z و استار یک گاما میده تبدیل میشه به X آ و Z بدون ستاره. در پرتوزایی این نوع پرتو کمترین قدرت نفوذ رو داره. آلفا 1/100 میلیمتر بود در حالی که بتا 1/10 میلیمتر بود. گاما 100 میلیمتر 10 سانتی. تفاوت ایزوتوپ های یک عنصر در تعداد نوترون ها می باشد. اینجا الکترون مثل این که اضافه 16 گفته در آزمایش شکل مقابل فوتوالکتریک فاصله صفحات برق‌نما تغییر پیدا نمی‌کنه. علت رو توضیح بدید. چون اینجا نور معمولی میتابه انرژی فوتون‌های نور معمولی، چون بسامدش کمه، انرژیش کمه، قدرت این که از سطح فلز الکترون جدا کنن رو نداره. دو ویژگی گسیل القایی، یه فوتون وارد ولی 2 فوتون خارج میشد. این 1 2 فوتون خروجی با هم جهت، هم بسامد، هم گام، هم فاز، هم انرژی، همه جوره یکسان. سوال 17 میگه اگر الکترون در اتم هیدروژن از دومین حالت برانگیخته به حالت پایه بیاد، به اینجا حالت پایه است، اینجا اولین برانگیخته است، اینجا دومین برانگیخته است، بعد اینجا سومین، نه صفر ببخشید. بعد خب حالا اینجا n مساوی 1، n مساوی 2، n مساوی 3. گفته طول موج فوتون گسیلی چقدره؟ HF n منای n پریم، این m پریمه. دومین برانگیخته، یعنی از اونجا میاد این بر، درسته؟ H سیلاندا n منفی 1/51 منهای 13 و 6 HC 1240 لاندا 13 و 6 منهای 1/51. 12 و 75 12 و مطمئن. بعد طرف وسطین کنیم، لاندا میشه 1240 تقسیم بر 12 و 9 میشه چقدر؟ 1240 تقسیم بر 12 و 9 102 ممیز 56 نانومتر. بلندترین تقریبی اینا بعد بلندترین و کوتاهترین طول موج رشته بالمر هیدروژن اتمی رو به دست میارید. چشم، فقط به خاطر اینکه شما گفتی به دست میارید. بلندترینش از 3 به 2، کوتاهترینش از بی‌نهایت. درود بر شما. درود. آنچنان این پسرها خوب جواب میدن آدم لذت میبره. اگه از بی‌نهایت تو رشته بالمر بیاد به 2، از بی‌نهایت بیاد به چند؟ به 2 میشه چی؟ کوتاه‌ترین طول موجش. و از بی‌نهایت به 2 1 به روی لاندا
آر، یک به روی ان پریم دو منای یک به روی ان دو میشه یک به روی لاندا، یک صدم، یک چهارم منای یک بی نهایتم، عدد تقسیم بر بی نهایت صفر، پس این میشه یک 400م. پس لاندای مینیمومش میشه 400 نانومتر، اما بلندترینش باید از 3 بیاد به 2. این میشه بلندترین طول موج سری بالمر. یعنی یک به روی لاندا، یک صدم، یک چهارم منای یک نهم میشه 720 درسته؟ نانومتر. این دوتا رو هم داشت. 19 اگر نیم عمر یک عنصر پرتوزا 3 روز باشد، یعنی تی اندیس یک دوم 3 روز، پس از گذشت چند روز 3/4 هسته‌های عنصر واپاشیده میشه. انصف یعنی نیم عمر بگذره میشه انصف دوم، یکی دیگه بگذره انصف 4. این باقی مونده. پس چقدر متلاشی شده؟ 3/4 متلاشی شده. تو برقی و فرمول بنویسیم. میتونیم فرمول بنویسیم. نه باید نه فرق نمیکنه. 2 تا نیم عمر گذشته، زمان 2 تا نیم عمر، 2 تا 3 روز 6 روز. اما یه پسر میگه اگه فرمول میخواستیم بنویسیم چی؟ این متلاشی شده 3/4 باقی مونده 1/4. باقی مونده میشه انصف تقسیم بر 2 به توان 1/4 انصفه. انصف با انصف میره درست 2 به توان n میشه 4، یعنی 2 به توان n 2 به توان 2 دیگه، پس n میشه 2 تا نیم عمر. پس با توجه به این که n هست t به روی t، پس t میشه n ضرب در t، یعنی میشه 2 ضرب در 3 میشه 6 روز. فرقی نمیکنه. اما خدا رو شکر میکنیم که تونستیم این رو هم یه جواب بهش بدیم و به کمک شما اینها رو بررسی کنیم. این هم هست. الحمدلله رب العالمین. این هم تقریبا 30 دقیقه 120 دقیقه 4 برابرش مناسب.